سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. به چنل من خوش اومدین. امروز میخوام باهاتون در مورد کافئین و در حالت کلی قهوه و نوشیدنی های انرژیزا باهاتون صحبت بکنم. دوستان ببینید، اول بیایم ببینیم که کافئین در حالت کلی چی است. کافئین یک ماده‌ایه که به طور طبیعی توی قهوه به وفور پیدا میشه، توی نوشیدنی های انرژیزا ازش استفاده میکنن و تو مواد دیگه هم موجود هست. اکثر ورزشکارا این ماده رو خیلی دوست دارن، چون باعث میشه که توان و قدرت بدنشون افزایش پیدا کنه، استقامتشون بالاتر بره، از لحاظ آمادگی ذهنی آمادگی بالاتری داشته باشن و حتی ما دانشجوها توان ذهنی ما رو بالاتر میبره. یعنی این فقط جوری نیست که جسم ما رو قوی تر کنه، بلکه ذهن ما رو هم مقداری قوی تر میکنه. مسئله مهمی که اینجا هست این هستش که خب ما قهوه‌ای که میخوریم، حالا مخصوصا برای ورزشکارا براشون این مسئله خیلی مهمتره که آقا ما قهوه رو چقدر قبل از باشگاه مصرف کنیم که ایدئال ترین شرایط رو برای ما برمقام بیاره. خب این مسئله خورده مسئله سختی هست. اگه بخوام جواب کلی به این مسئله بدم، میتونیم بگیم که 1 ساعت قبل تمرین، چون اثرات کافئین 1 ربع الی 45 دقیقه بعد از مصرف توی بدن مشاهده میشه و تقریبا میشه گفت که 45 الی 70 دقیقه هم طول میکشه که این اثر به بالاترین حالت خود برسه. پس اگه بخوایم میانگین بگیریم میتونیم بگیم که آره 1 ساعت بعد از خوردن قهوه ما میزان حداکثری تاثیرات این قهوه رو تو بدن خودمون میتونیم احساس کنیم. خب حالا این از این جهت هم بررسی کنیم ببینیم که ما وقتی قهوه ای رو میخوریم این کافئین تا چه مدت زمانی در بدن ما میمونه. خب اینم متاسفانه کاملا متغیره. برای مثال در افراد معمولی حالا بخوایم میانگین بگیریم، این میزان در چیزی در حدود 6 ساعت هستش که نیمه عمر کافئین در بدن انسان میتونیم بگیم 6 ساعته. یعنی ما اگه کافئین مصرف کنیم، مثلا 50 میلی گرم کافئین مصرف کنیم، بعد 6 ساعت 25 میلی گرمش از بدن ما خارج شده و هنوز 25 میلی گرمش باقی مونده. ولی خب اینم باز در افراد مختلف متفاوته، به خصوص در افراد سیگاری. کسایی که سیگار میکشن نیمه عمر کافئین در بدن اونها چیزی حدود 3 ساعت میشه و در مورد خانم‌های باردار این به 15 ساعت افزایش پیدا میکنه. یعنی بعد 15 ساعت نصف کافئین از بدن دفع میشه. پس تا اینجا فهمیدیم که چقدر قبل ورزش کافئین مصرف کنیم یا قهوه بخوریم یا حالا نوشیدنی انرژیزا رو بخوریم که ازش بتونیم حداکثر استفاده رو ببریم، و اینم فهمیدیم که چقدر طول میکشه این کافئین از بدن ما دفع بشه. برای مثال اگه ما میخوایم خب شب زود بخوابیم، مثلا میخوایم شب ساعت 10 بخوابیم، دیگه هیچ موقع نمیایم مثلا از ساعت 7 یا 8 یه فنجون قهوه بخوریم، چون این چندین ساعت طول میکشه تا این کافئین از بدن ما خارج بشه. ولی خب بازم اینم میگم استثناءاتی هست، بدن هر کسی متفاوته به نسبت ژنتیکش، وزنش، عادت قهوه خوردن از قبل داره نداره، این خیلی میتونه متغیر باشه. کسایی هستن که من میشناسم ساعت مثلا 6 عصر یه فنجون قهوه بخورن شب نمیتونن بخوابن، ولی من خودم حتی اگه شب ساعت 10 11 هم یا مثلا اسپرسو دبل بخورم 1 ساعت بعدش اگه بخوام واقعا میتونم بخوابم، هیچ مشکلی نداره برام. پس اینم متغیره، اینم در نظر داشته باشین. و نکته آخری که میخوام براتون عرض کنم اینه که اگه میخواین میزان کافئین ورودی به بدنتون رو کنترل بکنید، متاسفانه اینو نمیتونید واقعا خودتون تشخیص بدید که اوکی من یه فنجون قهوه میخورم این چقدر کافئین داره. برای مثال انواع دانه ها رو داریم که هر کدومشون بسته به نوع رست شدنشون یه مقدار خاصی از کافئین آزاد میشه. حتی اگه دونه هم همون باشه، رست هم همون باشه، بازم میزان کافئینی که در 2 فنجان هست یکی نیست. پس چجوری ما میتونیم بگیم که اوکی من حالا بر اساس
وزنی که دارم مثلا تخمین میزنم که قبل ورزشم باید 70 میلی گرم کافئین مصرف کنم. خب پس من چیکار کنم وقتی نمیدونم این قهوه توش چقدر کافئین داره؟ تنها یعنی درست ترین راهش اینه که اگه بخوایم واقعا به اون عددی که میخوایم برسیم، اینه که از قرص های کافئین استفاده کنیم، که خب میدونیم بله این قرصی که من میخورم توش مثلا 50 میلی گرم کافئین داره، 100 میلی گرم کافئین داره. پس این هم یک راه تشخیصش که بتونیم اگه میخوایم یه دوز خیلی خاصی از کافئین رو مصرف کنیم میتونیم جایگزین کنیم. ولی خب به نظر شخصی خودم هیچی مثل لذت قهوه نمیشه. حالا بیایم این لذت از خودمون بگیریم که قرص کافئین مصرف کنیم. به نظر من کار عاقلانه ای نیست، ولی خب تصمیم با خودتونه. میبینمتون. یا علی.